همیشه با یه معضل روبرویم. وقتی میری میپرسی این زنجیرها مقاومت دارن یا نه. میخوایم براتون از سبکترین فلامینگو، دیسکو میرو و فلامینگو سنگیده و حتی زنجیر ورساچه تو خالی و حتی علنگو تو خالی پروفیل رو تست کنیم با این وزنا ببینیم چجوریه. بریم اسلاید بعدی. اولیش زنجیرهای 600 صوتی. بریم ببینیم به خاطر این خسارت نزنه این بالا پاره میشه یا نه. میشه؟ اصلا همون اول. حالا بریم 700 تا 800 صوتی هاشو تست کنیم ببینیم اینا چیکار میکنه. حالا ما به خاطر این خسارت نزن بازم میریم بالا. 1 کیلو وزنه. نگه داشت. ببین پاره میشه. با زور پارش. بعدی زنجیر میرو وزن حدودی 1 گرم و 300 تا 2 گرم. بریم تست کنیم با توجه به نما ببینیم پاره میشه یا نه. پاره نشد در اومد. پاره نشد. زنجیر همچنان سالم. یه ذره اینجاش خم خورد که با این وزن طبیعیه. زنجیر دیسکو متوسط وزن توی این ضخامت 1 گرم تا 2 گرم. بریم ببینیم این چیکار میکنه. آخرش ما این علنگ آینه ها رو می آوردیم با وزن 1 گرم تا 1 گرم و 700 سایز 4ش. همه میگفتن که نمیشکنه مقاومت داره. امروز حالا ما متفرقهش رو خریدیم. یه تست بریم ببینیم مثلا همیشه میشکنه نمیشکنه. نیفته رو شیشه. او نشکست که خمم نشد حتی. خدایی بیه خیلی خوبه. خب علنگو آینه‌ای تقریبا 1 گرم تا 2 گرم و علنگو توپر تراش وزن 5 گرم. وزن قفل 700 صوت. بریم ببینیم. این که هیچ اصلا خم به ابرو نمیاره. حالا بریم این به نظر شما 1 گرمیه چی میشه؟ بریم ببینیم. اوه غلاد محکم. حالا بیاین بکشیمش. نظرتون چیه؟ بعدی زنجیر ورساچه تو خالی. اینا متوسط وزنشون روی گردنبند 6 گرم تا 7 گرم، روی دستبند 2 گرم و 700. بریم ببینیم. پاره که نشد. یک ذره لهیدگی اینجا داشت که نسبت